سلام و درود به تمام شما بینندگان عزیز و گرامی. بازم برای شما یک خوراک خیلی عجیب بود، خوراک آسان آماده میکردگی و زود آماده میشدگی. بسیاری ها خواهش کردند که این چنین خوراک ها رو، خوراک هایی که زود آماده می شود، اینها رو برای ما نشون دهید. خب به سر ما این رسیپ آمد و با شما نشون میدهیم. 4 دانه کارتوشکا که به همین کوب شکل میبریم، نیم قاشق چای خوری یعنی نیم قاشق خورد نمک، یعنی الهیده نمکش میکنیم، چون که یعنی 2-3 دقیقه پیشتر نمک کنیم کارتوشکا در خودش نمک رو میگیرد، به نهایت خوشمزه می بیاید. خوب کارتوشکا رو نمکش رو خوب آمیخته میکنیم. میگذاریم به ساسیسکا. خوب ساسیسکا فرق نمیکنه، ساسیسکای ما از ترکیه خریدیم و شما میتونید دیگر ساسیسکا ها رو خرید. به انا همین مانند خرد میکنیم، یعنی میده میکنیم. 8 دانه تخم، اینجا 6 دانه تخم است، ما 8 دانه تخم. چیکار میکنیم اینها رو؟ یعنی روغن عادی هم میشود و روغن مسکه هم میشود. خوب اول این رو داغ میکنیم، گرم میکنیم. دوستان عزیز، وقتی شما روغن رو داغ میکنید و روغن رو خیلی گرم میکنید، خوراک شما هم خوشمزه میباید، هم بخارهای روغن میبراید، یعنی دور میشود. خوب در اول کارتوشکا رو سرخ میکنیم، یعنی سیب زمینی رو. در اول میتونید که شما آتش رو کمی بلند کنید، یعنی حرارتی همون دخوف رو بلند کنید. وقتی اگر نزدیک به پختن شد حرارتش رو کم کنید، چون که میسوزد، زیرش میسوزد. این رو هم احتیاط باشید. برای زود آماده شدن یعنی سرپوشی همون سکواراتکا، سرپوشی محیط آب را بپوشانید تا که زودتر بپزد. من این خوراک رو زود آماده میکنم، یعنی از 15 دقیقه تا نیم ساعت، یعنی تقریبا من با ویدیو کردنم ما به همین اندازه درست کردیم و خیلی خوراک زود آماده میشدگی هست که 4 نفر به حضور سیر میکند. حسیب رو هم اضافه میکنیم. معمولا حسیب ها پختگی هستند، ولی در آخرم اگر یعنی کم تفهمتیم 2-3 دقیقه تفهمتیم کفایه هست. الان میبینیم که کارتوشکای ما زیرش سرخ شده است، این آماده شده است و من این کارتوشکا ها رو امتحان میکنم، میبینم که یعنی پخته شدگی هستن یا نه. البته پخته شدن. خوب میگذاریم به دیگر قسمت که کمی اول تفهمتیم. انا همین طور بگذارید تا که بخارش برآید، یعنی بخارش دور شود. مرچ سیاه و خاکه چسناک یعنی سیر پیاز میزنیم و سیر پیاز معمولی، اگر سیر پیاز خود طبیعی هم باشد خوب می شود که خیلی خرد کنید به جایش استفاده برید. این پمیدار است، یعنی گوجه فرنگی و این چنین تخم ها هم زدیم، یعنی 8 دانه تخم. بستگی به خود شما دارد، میتونید که کمتر زنید، میتونید زیادتر زنید و ما 8 دانه زدیم تخم را. ما دیگر نمک نمی کنیم چون که حسیب ها خود سیر نمک هستند. سرپوشش رو میپوشیم تا که خوب بپزد و آتش رو کم میکنیم. این پنیر پرمزان است، یعنی سیر پرمزان. شما میدونید دوستان عزیز که سیر پرمزان خیلی خوشمزه میکند خوراک را. خوراک ما به همین بعد از چند دقیقه آماده شد. تمام به همین خوراک میتونید بسم الله گفته شروع کرده به خوردن. دوستان عزیز، شما دستگیری را فراموش نکنید. دستگیری شما فقط لایک و عضو شدن هست. این برای پیشروی کار ما خیلی کمک میکند و خداوند از شما راضی باشد برای دستگیریتان. در آخر یک صلوات به پیامبر میفرستیم تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار شما، به شما اشتهایتان.